میخوام حجامت کبد انجام بدم. خب با توجه به علاماتی که از شما دیدیم شما باید حجامت کبد کامل انجام بدی. حجامت کامل دیگه چه مدل حجامتیه؟ ما 3 مدل حجامت داریم: حجامت سرد، حجامت گرم و حجامت کامل یا حجامت دلکی. حجامت سرد معمولی ترین نوع حجامتی که عموما باهاش آشنا هستیم. محل حجامت ابتدا بادکش بادی میخوره، چه با دست یا با دستگاه، و بعد از اون خونگیری میشه. این حجامت حدود 15 دقیقه زمان میبره. در حجامت گرم ابتدا پشت بدن حدود 20 تا 30 عدد بادکش آتشی با بادکش گرم زده میشه، بعد از اون بادکش سایشی و بادکش لغزان و در هم مرحله بعد بادکش بادی و بعد خونگیری انجام میشه و حدود نیم ساعت هم این حجامت زمان میبره. حجامت کامل 5 مرحله داره. مرحله اول از مچ پا تا گردن با دست ماساژ سنتی داده میشه. مرحله دوم با دستگاه ماساژ داده میشه. مرحله سوم بادکش کامل آتشی یا بادکش گرم که حدود 40 عدد بادکش زده میشه. مرحله چهارم تیغ تحریک عصب زده میشه و در مرحله پنجم حجامت با بادکش بادی انجام میشه. همه این مراحل حدود 50 دقیقه زمان میبره. خب دوست عزیز، اگر شما هم مایل هستی که بدونید چه مدل حجامتی برات مناسبه، یک عکس واضح از زبان و از چشم خودت و پرنور برای من بگیر. سن و قد و وزن و مشکلات خود رو هم برای من بنویس. و اگر همینطور دوست داری که اطلاعات بیشتری برای حجامت داشته باشی، پیج ما رو دنبال کن تا این اطلاعات در اختیارت قرار بگیره.